من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة. الله میفرماید نیازی هم ندارم به عبادت شما، اون چیزی که هست برای خودتون هست. و ربک الغنی ذو الرحمه، رب شما غنی هست، صاحب رحمت هست. این یشاء یذهبکم، این نمونه غنا هست، تخفیف دنیوی هم هست. ببین چطور بی‌پرواست. این یشاء یذهبکم، اگر بخواد شما را میبرد. و یستخلف من بعدکم ما یشاء، و خلیفه و جانشین قرار میدهد بعد از شما هر کسی را که بخواد، هر قومی که بخواد. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، همان گونه که خدا عزوجل شما را پیدا کرد از نسل قوم دیگر. انما توعدون لآت، و تخویف اخروی، وعده‌ای که داده میشی هم میاد. انما توعدون لآت، آنچه که وعده داده شده به وسیله رسول، لآت میآید و ما انتم بمعجزین، شما نمیتونی خدا را عاجز کنید، یعنی در برید، فرار کنید، مخفی بشید. قل یا قوم اعملوا، لذا بعد از دلائل الان این فیصله آخر است، فیصله آخر. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو ای قوم شما به جای خودتون عمل کنید. اینی عامل، منم به جای خودم عمل میکنم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار، ان قریب شما میدونید که عاقبت و انجام دار آخرت منظور است برای کی هست. انه لا يفلح الظالمون، همان شأن این است که رستگار نمیشه و ظالم یعنی مشرک اون رستگاری را نمی بیند، اون موفقیت را نمی بیند. چرا؟ وجعلوا لله، این بیان اعمال مشرکین هست و همچنین بیان منظورات غیر الله هست. مشرکان برای غیر خدا نذر و نیاز می کردند و عجیب بود که هم برای خدا می کردند هم برای غیر خدا می کردند. چه از کشاورزی خودشان سهم گندم، سهم خدا را جدا می گذاشتند، سهم خدایان را جدا می گذاشتند. چه وقتی که خیراتی می کشتند، گوسفندی، شتری، گاوی تقسیم می کردند، سهم خدا را جدا می گذاشتند، سهم خدایان را جدا می گذاشتند. سهم خدایان و معبودان را به همون مجاوران اونها می دادند. لذا الله تعالی حماقت اونها را بیان می فرماید و همچنین این بیان چی هست؟ نظر لغیر الله که حرام است خوردنش. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، الله می فرماید قرار دادم برای خدا از آنچه که خدا خلق کرده از کشت، والانعام از چارپایان، اینها سهمی برای خدا قرار می دادن، نصیبا سهمی. چی می گفتن؟ فقالوا هذا لله بزعمهم،
میگفتن این مال خداست به زعمهم، طبق گمان خودشون. و هذا لشرکائنا، این برای معبودان ماست. یعنی اونها را میدادن به چی؟ به خادمین و مجاورین معبودان. فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، آنی که تعیین شده بود برای شرکا نمی رسید به خدا. و ما کان لله، آنی که تعیین شده بود برای خدا فهو یصل الی شرکائهم، او می رسید به شرکایشان. یعنی می گفتن خدا سخیه، خدا نیاز نداره، اگر سهم او آمد به سهم معبودان اضافه شد اشکال نداره. ساء ما یحکمون، خداوند می فرماید بسیار بد اونها عمل می کردند، قضاوت می کردند. خب و كذلك زین لکثیر من المشرکین، مثل همین عمل که عمل بسیار زشتی هست، بسیار شنیع هست، بسیاری از اعمال دیگه هم از نظر اونها مزین و خوب و زیبا بود. مثلا کشتن اولاد. ببینیم مشرکان برای خدایان اولاد هم می کشتند. یکی از رسومات اونها این بود که به هر کس که خدای تعالی 10 پسر داد، یکی را برای خدایان ذبح بکند. لذا این عمل دیگر از اعمال سیاهشان. و كذلك زین لكثیر من المشرکین قتل اولادهم، مزین کرد برای بسیاری از مشرکان قتل اولادشان را. شرکاؤهم، این فاعل زینه هست که این را مزین همون خدایان باطل، معبودان. تفسیر آلوسی نوشته قیل انهم كانوا ينذر احد منهم، نذر میکردند، ینذر نذر میکردند یکی از اونها که اذا بلغ بنوه 10، هرگاه فرزندانش به 10 تا برسند، نحر واحدا منهم، یکی از اونها ذبح بکند برای خدایان. لذا الله می فرماید اینا اینقدر انحراف داشتن. و كذلك زین لكثیر من المشرکین، این گونه مزین شده برای بسیاری از مشرکان قتل اولادهم، کشتن اولادشان. مزین کرده، کی مزین کرده؟ شرکاؤهم، فاعل مزین زینه. لیردوهم، تاکه آنها را هلاک بکنند. ولیلبسوا دینهم، دین را بر آنها خلط بکنند، یعنی در دین و دنیا اونها را از بین ببرند و همچنین دین را بر آنها خلط بکنند. اما الله می فرماید ولو شاء الله ما فعلوه، اگر خدا میخواست این کار را نمی کردن، جلویشون را اجبارا می گرفت خدا. اما ولکن لیبلوهم، خدا اونها را آزمایش میکنه. فذرهم و ما یفترون، بگذار با آنچه که افترا میگویند، با آنچه که درست میکنند. وقالوا هذه انعام و حرث حجر، اینجا اعاده تحریمات غیر الله است. ببینید رسومات عجیبی داشتند. یکی این که بعضی از چارپایان را، شتران را بالخصوص بند می کردند، حصر می کردند و نامگذاری می کردند برای معبودان. می گفت که اینها را نمیشه از گوشتشان خورد یا نمیشه بر پشتشون سوار شد و می گفت اینا مال خدایان هستند. و بعض اون چی که در شکم یک شتر بود می گفتند اگر مرد اگر اون چی که در شکم این هست، چون که این شتر مال خدایان هست، لذا شتر بچهش حملش مخصوص مردان ما هست. یعنی هر وقتی که شتر زایید، اون شتر بچهش را میخواستن بخورند، بکشند، فقط مردان اجازه دارند بخورند، زنان اجازه ندارند. اگر از سکمش میته میاد بیرون، میامد بیرون، میته را هم میخوردن اونها.
مرد و زن میخوردند، یعنی چیزهای از خود در می آوردن درست می کردن بدون دلیل بود. و قالوا هذه انعام و حرث حجر، می گفته این چارپایان، این کشتزار حجر هست. حجر یعنی ممنوع، حجر به معنی بند، برای دیگران ممنوع است، این فقط و فقط مال خدایان است. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، نخورد از این مگر آنی که ما میخواهیم طبق گمان خودشان. منظورشون کی بود؟ یعینون خدام الاوثان والرجال دون النساء، منظورشون این بود خادمان بتها بخورن، اونم مردها نه زنها. و انعام حرمت ظهورها، صورت دوم. همچنین چار پایان دیگر بود که حرام قرار داده شده بود، پشت آنها میگفتند اینجا کسی سوار نشه. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، و همچنین چار پایان دیگری بود که نام خدا را بر اونها نمی گفتند، افترا بر خدا، گفته خدا گفته نام من اینجا نبرید. سیجزیهم بما کانوا یفترون، الله ان قریب اونها را پاداش میده، به کیفر اعمال میرساند، جزا میده به سبب افترایشان. و قالوا ما فی بطون، یکی دیگه از رسمهایشون، و قالوا ما فی بطون هذه الانعام، می گفتند آنچه که در شکم این چار پایان هست خالصة لذکورنا، خالص برای مردهای ماست. و محرم علی ازواجنا، بر همسران ما چیه؟ حرامه. و این یکم میتتا فهم فی شرکا، اگر از شکمش میته بیامد بیرون، شطور بچه می مرد و می افتاد، مرد و زن می گفتن برابرند، فهم فی شرکا سیجزیهم وصفهم. بازم الله تهدید می فرماید ان قریب خدا به جزایشون می رساند به خاطر این وصفشان، یعنی به خاطر این بیانشان، این قول کذبشان. انه حکیم علیم، خداوند همه کارهاش با حکمت است، همه چیز را می داند، به وقت الله به کیفرشان می رساند. بله. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، باز هم این نتیجه مذهب مشرکان است که نتیجه مذهبشون خساره و زیان است و اعاده منظورات غیر الله است. قبلا ذکرش خواندیم، الان اعاده میشه. اونا میگفتن که اینها مال معبودان هستند، اینها را کسی دیگه استفاده نکند، نظر برای غیر الله. الله می فرماید قد خسر الذين قتلوا اولادهم، همانا ضرر و زیان کردند کسانی که اولادشان را کشتند، سفها بغیر علم، از روی حماقت و نادانی بدون علم. و حرموا ما رزقهم الله، و حرام قرار دادن آنی را که الله حلال قرار داده، رزق داده. این اعاده تحریمات غیر الله، اون اعاده منظورات غیر الله بود، این تحریمات غیر الله، یعنی برای غیر خدا حرام قرار میدادن در حالی که خدا حلال قرار داده. افتراء علی الله. قد ضلوا و ما كانوا مهتدین، الله می فرماید که قد ضلوا، اینها گمراه شدند، و ما كانوا مهتدین، بر هدایت نبودند که چنین دیدگاه های شرکی و خرافاتی قائم میکردند، انجام میدادند. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. الله تعالی از اینجا بیان میفرماید که این نعمت هایی که خدا برای شما پیدا کرده، از اینها بخورید، اینها را به خاطر غیر خدا حرام نکنید. ببین چه نعمت های خدا داده. و هو الذی انشأ جنات، خدا اون ذاتی است که پیدا کرد، آفرید باغاتی که معروشه هستند و غیر معروشه. معروشات دو معنی شما قبلا خواندید که معروش به انگور میگویند، درخت انگور. درخت انگور
چون که سقف درست میشه، عرش میشه، یعنی بالا چند تا چوب ببند، درخت انگور وقتی که بره بالا سایه میکنه یک سقفی درست میکنه. و غیر معروشات دو نوع دیگر از انگور هست که اونها روی زمین هستند، اونها بالا سقف قرار نمیگیرند، تنه دارد، درخت دارد، درخت انگور، دو نوع انگور هستند. پس خدای تعالی ذاتی هست که هر دو نوع انگور را برای شما داد، باغاتی از انگور، معروشات و غیر معروشات. هم اونی که چی داره؟ سقف، یعنی سقف درست میشه، یا اون انگوری که تندار هست، ساقدار هست به اصطلاح. بس بر اساس این تفسیر هر دو به معنای انگور هست، هم معروشات و هم غیر معروشات. اما بعضی دیگر از مفسران معتقدند که معروشات تمام اون چی که سقف درست میشه، شامل انگور هم میشه، شامل غیر انگور، کدو، عرض کنم خربزه، چیزی دیگه که بوتهش میره و طولانی میشه، سقف درست میشه، شامل اونها میشه. معروشات همه اونها هستن. غیر معروشات تمام درختانی است که ساقدار و پایدار هستند، مثل نخل خرما، مثل درخت انجیر، مثل درخت انار، اینها غیر معروشات. علی ای حال همه را الله درست کرده. و نخل و همچنین نخل را، و زرع و همچنین کشاورزی را که مختلفاً الاکلو، میوهایش، طعمهایش مختلف است. و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه. الله آن ذاتی است که زیتون را و انار را که بعضی ها متشابه هستند و بعضی متشابه نیستند. متشابه فی اللون، غیر متشابه فی الطعم. در رنگ مثل همند، در شکل و اندازه مثل همند، اما در طعم نه. کلوا من ثمره اذا اثمر. الله میفرماید از میوه های الهی بخورید وقتی که میرسد. و آتوا حقه یوم حصاده. حقش را روز میوه چینی بدهید، یعنی اینا را خدا به شما داده، برید بخورید، جایز است برای شما. فقیری که آمد به اون هم بدهید. ولا تصرفوا، اسراف نکنید، یعنی زیاده روی نکنید. ببینید زیاده روی اینجا به معنی چی است؟ زیاد خوردن؟ نه خیر، بس حرام و حلال است، بس شرک و کفر است، بس خوردن نیست. پس ولا تصرفوا به معنای این هست که در راه معصیت خرج نکنید، برای غیر الله ندهید. این ولا تصرفوا، از حد گذشتن. پس روح المعانی میگه والمعنى لا تنفقوا فی معصیت الله. وقتی که برای معبودان باطل بدید، در معصیت را صرف کردید. قال مقاتل لا تشرك الاصنام في الحرث والانعام. مطلب اینه که بتها را در حرث و انعام شریک قرار ندهید. لذا الله می فرمائے ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. همانا الله عز وجل دوست ندارد متجاوزان را. و من الانعام حمولة و فرشا. الان ببین بیان تحریمات غیر الله. خلاصه این آیات را اول عرض کنم که الله می فرماید چارپایان که 8 قسم هستند، اینها برای شما حلالند، شما اینها را حرام نکنید. کی حرام کرده؟ از کجا حرمتشون را آوردید؟ 8 قسم چیه؟ 2 تا نر و ماده شتر، 2 تا نر و ماده گاو، این شد 4 تا. 2 تا نر و ماده گوسفند، 2 تا نر و ماده بز، این چند تا شد؟ 8 تا.
لذا الله میفرمه بعضی از اونا حموله هستن، بعضی ها فرشند. حموله اون حیوانی را میگن که بر او چیزی حمل میکنی، مثل شتر باری میگذاری، خودت بر او مینشینی. فرش اون حیوانی را میگویند، فرش را دو ترجمه، دو تفسیر کردن، دو توضیح دادن. بعضی گفتن فرش اون حیوانی که یعنی خودش روی زمین هست، پایین هست قدش، مثل گوسفندان. فرش قد کوتاه را میگند. بعضی میگن فرش منظور اون حیواناتی که از پشم اونها، از موی اونها پشم عرض کنم که فرش میبافیم و روی زیر پایمون میندازیم، اونها را فرش میگویند. خلاصه الله دو نوع از چارپایان دو نوع درست کرده، یکی که حموله هستن، بزرگن، هرچی بر اونها حمل میکنی بار میکشی مثل شتر، گاو. دوم اونی که فرش هست، اونی که کوچک هست. همه اینها برای خوردن شماست. کلوا مما رزقکم الله، بخورید از آنچه که الله به شما رزق داده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید از گامهای شیطان. منظور مسیر شیطان است، یعنی پیروی نکنید. مطلب اینه که هرچی که خدا حلال قرار داده حلال بدانید، اونی که اونها حرام قرار دادن یا حلال قرار دادن به اون معتقد نباشید. انه لکم عدو مبین، به درستی که شیطان دشمن آشکار شماست. خب الان که خدا میفرماید شما پیروی نکنید، 8 ازواج در این آیه 8 صنف را خدا نام میبرد، 8 نوع را که خدا اینها را حلال قرار داده. 8 ازواج این بدل حمولتن و فرشن هست. و من الانعام حمولتن و فرشن، از چارپایان بعضی حیوانات هستند که هرچی بر اونها حمل میکنی، بعضی ها فرشند. 8 نوع هستند. من الضأن 2 و من المعز 2، این بیان فرشن هست. از زان میش را میگویند، گوسفند سفید را میگویند. دوتا یعنی نر و ماده. و من المعز 2، از بز هم 2 هست، نر و ماده. قل الذکرین حرم ام الانثیین، الله می فرماید که آیا هر دو نرشان را خدا حرام قرار داده؟ یعنی گوسفند سیاه نر، گوسفند سفید نر، ام الانثیین، یا گوسفند سیاه ماده، گوسفند سفید ماده، کدوم را خدا حرام قرار داده؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا شاید حرام است اون چیزی که بر او مشتمل است رحم هر دو ماده. ببین هر دو ماده، چه بز باشد چه گوسفند، در شکم خودش حملی دارد. الان اون حملش یا نره یا ماده است. یعنی خدا میفرماید یا این که شاید اون حیوانی که در شکم حمل دارد او را خدا بر شما حرام قرار داده. نبئونی بعلم، از روی دلیل به من بگویید، مطالبه دلیل، ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید. خب الان بیان حموله، تا به حال بیان فرش بود. و من الابل 2 و من البقر 2، از شتر هم 2، یکی نر یکی ماده. و من البقر 2، از گاو هم 2، یکی نر یکی ماده. قل الذکرین حرم ام الانثیین، آیا 2 نر را خداوند حرام قرار داده یا 2 ماده را؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اینکه مادهشون مشتمل بر چه حملی هست؟ اون حملی که ماده مشتمل بر او هست، یعنی هر چی تو شکمش هست شاید خدا حرام قرار داده. کجا خدا حرام قرار داده؟
کدوم را حرام قرار داده؟ چرا شما از سر خود یکی را حرام قرار میدید یکی را حلال قرار میدید؟ به دلیل بگویید که خداوند کدوم را حلال یا کدوم را حرام قرار داده. ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا. اگر دلیل عقلی و دلیل نقلی نیست پس شهادت خودتون را پیش کنید. شما حاضر بودید زمانی که خداوند به این شما را تأکید کرد که شما محرمات را حرام بدانید محللات را حلال بدانید، اونجا شما بودید که خدا اینها را حرام قرار داد؟ فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. الله می فرماید چه انسانی ظالمتر از اون انسانی که افترى علی الله کذبا، بر خدا افتراء دروغ میگوید. چرا؟ لیضل الناس بغیر علم. هدفش اینی که مردم را گمراه کند بغیر علم، بدون اینکه مردم چیزی بدانه، از روی جهل مردم استفاده کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بدون شک الله تعالی هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم را. این نتیجه اخروی هست که الله عزوجل در آخرت هدایت نمی کند. به چه معنی؟ به سوی بهشت راهنمایی نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، به سوی بهشت اونها را راهنمایی نمی کند. یا اینکه نتیجه دنیوی اینایی که مهر جباریت خوردن دیگه قابل هدایت نیستن. قل لا اجد فيما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. ببینید ما در درکو جلوتر خواندیم وقد فصل لكم ما حرم علیکم. خداوند محرمات را مفصلا برای شما بیان می کند. گفتیم بعضی گفتن سوره مائده، بعضی گفتن سوره نحل، ولی صحیحش اینه که در خود همین سوره بیان میشه. قل لا اجد از اینجا بیان می شوند، بیان محرمات هستند، چه چیزهایی برای شما حرامند. و همچنین اینجا منظورات غیر الله، یعنی ما اهل لغیر الله هم اینجا حرام هست. و الله تعالی می فرماید من اینها را برای شما حلال نمی بینم. قل لا اجد فيما اوحی، اعلام بفرما من نمی یابم، من نمی بینم آنچه که به سوی من وحی شده الی محرما، من حرام نمی بینم علی طاعم یطعمه، بر کسی که بخورد اونها را. طاعم کسی که آکل باشد و بخورد. حرام نمی بینم الا ان یکون میتتا، البته اینها حرام هستند، بیان محرمات. الا ان یکون میتتا، مگر میتی باشد، او دما مسفوحا، یا خون جاری باشد، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر باشد. فانه رجس، همان این رجس هست. لحم خنزیر یا خود خنزیر، هر دو این نجس هست. او فسقا، یا کلمه ای که ذات فسق باشد، کلمه شرکیه، یعنی وقتی که بر او کلمه شرکیه گفتی، او را نذر کردی برای غیر خدا، میشه فسقا. او فسقا اهل لغیر الله به، یا کلمه فسق و کلمه شرکیه که نام زد شده، نام گذاری شده برای غیر الله آن. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، این آیه را ما قبلا خواندیم که اگر شما مجبور شدید بغیر از اینکه باغی باشید، یعنی از حد بگذارید، ولا عاد، بغیر از اینکه متجاوز باشید، از نیازتون بیشتر بخورید، فإن ربک غفور رحیم، همانا رب تو بخشاینده و مهربان است. یعنی غفور و رحیم برای مضطر است، برای کسی که مجبور هست. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا شحومهما إلا ما حملت ظهورهما
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. در آیات گذشته محرمات را خواندیم. محرمات را الله تعالی بیان فرمودند: میته، دم مسفوح، لحم خنزیر، فسقا اهل لغیر الله به، که این فسقا اهل لغیر الله به را قبلا ما در بحث ما اهل به لغیر الله تفصیلش را خواندیم. فسقا یعنی اون حیوانی که کلمه با کلمه فسق با کلمه شرکیه برای غیر خدا مسما شده، برای غیر خدا نامزد و متعین شده، اینها را الله تعالی می فرماید که حرام هستند. حال سوال این هست که اون چی که بر یهودی ها حرام قرار داده شد بیشتر از اینها بودند. بسیاری از حیواناتی که خورده می شوند مثل شتر، مثل چربی های گوسفند و گاو، اونا هم بر یهود حرام بودند. الله می فرماید اونا اصلش حرام نیستند. اینجا جواب میده این اشکال را و این سوال را که به سبب تعدی اونها، به سبب تجاوز اونها، به سبب بغی اونها الله تعالی می فرماید ما اونها را این جزا را دادیم و الا اصلش اینها حرام نیستند. و علی الذین هادوا حرمنا. ببین بسیاری از اعمال شاقه و بسیاری از اسر که ما قبلا خواندیم لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، بار سنگین، بار گران، اعمال مشکل مثل همین هست بر کسانی که یهودی بودند، یهودی شدند. حرمنا كل ذی ظفر، هر حیوانی که دارای ناخن هست، منظور اون حیواناتی که پنجه دارند و بین پنجه های اونها فاصله نیست، بین پنجه های اونها چی هست؟ در واقع گوشت هست. منظور حیواناتی که پرندگان بیشتر مثل بط و غیره که شبیه اینها باشند، اینها را ما حرام قرار داده بودیم برای یهود. و من البقر والغنم، همچنین از گوسفند و گاو حرمنا علیهم شحومهما، بر یهودی ها حرام قرار دادیم چربی هایشان را، پیشان را، مگر بعضی چربی ها استثناء بودند. الا ما حمل ظهورهما، چربی که بر پشت حیوان بود، یا این چربی که در برگیرنده و شامل روده ها بود، اون چربی ها، او مختلط به عظم، یا گاهی چاق و فربه بود، چربی که با گوشت قاطی بود، اون چربی اندک، اینها حلال بودن، بقیه حرام بودند. خب این اشیاء که برای یهود حرام قرار داده شدند علتش چی بود؟ ذالک جزیناهم ببغیهم. الله می فرماید این کیفر اعمال اونها و جزای اعمال اونها به سبب تجاوز خود اونها، به سبب ظلم اونها بود. و انا لصادقون، همانا ما صادق هستیم. ای فی کل ما اخبرنا، یا فی کل ما نقول، هرچی که میگوییم مطابق واقع هست، حقیقت هست. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. حال جواب شبهه یا سؤال دیگری، اون سؤال این بود که مشرکین میگفتن ما که قبول نکردیم، ما که انکار کردیم، ما که نپذیرفتیم، چرا بر ما عذاب نمیاد؟ جواب دادند الله تعالی که ای پیغمبر بگو که به خاطر اینکه رب من ذو رحمت واسعه، رحمتش بسیار وسیع است، در برگیرنده هست.
لذا این وسعت رحمت این موجب شده، وسعت رحمت رب موجب شده که فوراً عذاب نیاد. تأخیر عذاب، مهلت عذاب یه نوع رحمتی هست. شاید به فکر بیفتند، توبه کنند، هرچی مهلت بیشتر داده بشه به یک مجرم این باعث رحمت هست. الله می فرماید فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمت واسعه. اگر شما را تکذیب کردم بگو رب شما ذو رحمت واسعه هست، اینکه عذاب نمیده شما را. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اما عذاب او برگردانده نمیشه از قوم مجرم. یعنی بالاخره عذاب هست، نتیجتا عذاب هست. اگر به جرم ادامه بدید، اگر به جنایت ادامه بدید، آخر عذاب میاد. سیقول الذین اشرکوا، یکی از اشکالات مهم که در مجرمین هست، در مشرکین، در غیر مشرکین، که گاهی جرمی میکنند، گاهی جنایتی میکنند، میگه خدا خواسته، اگر خدا نمیخواست ما نمیکردیم. خیلی از مسلمانان هم هستند گناه میکنند. چرا گناه میکنی؟ میگه خدا خواست خدا بود. نماز نمیخوانه، میگه اگه خدا میخواست میخواند، خدا نخواسته که من نخوانم. الله تعالی بر این کلمه که هر چیز را به مشیت خدا نسبت میدهند توبیخ میفرماید. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا. ان قریب میگویند مشرکان اگر خدا میخواست ما شریک نمی گرفتیم، ولا آباؤنا و نه پدران ما شریک می گرفتند، ولا حرمنا من شیء و ما حرام قرار نمی دادیم چیزی را. الله می فرماید كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. این چنین تکذیب کردن کسانی که قبل از اینها بودند حتی که عذاب ما را چشیدند. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. آیا نزد شما علمی هست که اون را بیرون کنید، یعنی نشان بدهید؟ خواست خدا، رضایت خدا اگر هست شما دلیل داری نشون بدید، اگر نداری پس این ظن و گمانتون هست. ان تتبعون الا الظن، شما پیروی نمی کنید مگر از گمان پیروی می کنید. و این انتم الا تخرسون، و نیستی شما مگر تخرسون، یعنی تخمینی شما سخن می گویید. تخرسون در اقوال هرچی میگید از روی احتمال و تخمین می گویید. قل فلله الحجة البالغه. برای الله از حجت بالغه. حجت بالغه به دلیلی میگویند، اون دلیل واضحی که از نظر قوت و متانت به انتها رسیده، یعنی مسئله را خوب روشن میکند، واضح میکند و قوی هست، خیلی واضح و خیلی قوی. این دلائل الله پیش الله هستند. فلو شاء لهداکم اجمعین. خدا میخواست همه شما را هدایت میکرد، اما ولکن لیبلوکم، یعنی اجبارا همه را هدایت میکرد، اما این کار را نکرد چون خدا میخواست شما را بیازماید. قل هلم شهداءکم الذین. از اینجا مطالبه دلیل نقلی است. اگر شما راست میگویید بزرگان و کبرایتون را بیاورید، اونهایی که پایه‌گذار شرک و مذهب شرکیه هستند، بیارید اونها دلیلی بیاورن بر این که مثلا اینهایی که شما حرام قرار داده اون خدا حرام قرار داده. شما اگر دلیل نداری بزرگترهایتون را بیارید. معنیش اینه قل هلم شهداءکم الذین یشهدون. بگو بیاورید شهدایتان را، منظور از شهدا کبرا، بزرگان، آنانی که یشهدون گواهی میدهند ان الله حرم هذا، گواهی بدهند که خدا اینها را حرام قرار داده.
شهدا علامه آلوسی نوشته و هم کبراؤهم، بزرگانی اونها الذین اسسوا ضلالهم، اون بزرگانی که پایه‌گذار ضلالت و گمراهی هستند. والمقصود من احذارهم تفضیح، من که خدا میگه بیارید، مقصود تفضیح و رسوایی اونهاست. و الزامهم و الا متمسک لهم كمقلدیهم، و اینکه اونها را ملزم کند که خب دلیل بیارید. و این مطلب را الله میخواد در این آیه ثابت بکند که همانطور که این مقلدینشان دلیلی ندارن، اون متبوعان هم هیچ دلیلی ندارن. اما خداوند به پیغمبرش میگه اگر یک وقتی از روی ضد و عناد اونها آمدند گواهی دادند، گواهی دروغ، شما با اونها گواه نباش، گواهی نده. الله می فرماید فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ معهم، اگر آنان گواهی دادن شما با آنان گواهی نده، یعنی فلا تصدقهم فإنه كذب بحت، دروغ خالص، شما تصدیق نکن. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، شما پیروی نکن از خواهشات. اهوا قبلا خادم آراء باطله منحرفه، از آراء باطله و خواهشات کسانی که تکذیب کردن. والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون. الله می فرماید کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت، لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون، اونها در رابطه با رب یعنی عبادت رب یعدلون. یعدلون قبلا خواندیم دو معنا دارد، یکی عدول یکی عدل. عدول به معنی تجاوز، درباره عبادت رب تجاوز میکنند، یعنی به جای اینکه فقط خدا را عبادت کنند دیگران را عبادت میکنند. یا اینکه یعدلون از عدل است برابری، یعنی دیگران را در عبادت برابر خدا میدانند، همون شرک شد. لذا اینها بی انصاف هستند، از حد گذشته‌اند، متجاوز هستند. بربهم یعدلون، درباره رب اونها تجاوز کردن، یعنی درباره عبادت رب. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، از اینجا بیان تفصیلی تحریمات الله هست، اون چیزایی که خدا حرام قرار داده. چندین چیز هستند که این هر انسان انجام نده. در این آیات تقریبا چند تا از محرمات یا دستورات هستند، چون بعضی اوامر هستند انجام ندادن اونها حرام است. بعضی خب محرمات هستند مثل شرک و مثل مال یتیم خوردن و فواحش و الی آخره. سه آیه هستند که این سه آیه معروف هستند به وصیتنامه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، و اصل در پایان این آیه آمده ذالکم وصاکم، خدا شما را به این وصیت می کند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود 10 چیز در این سه آیه بیان شده، هر کسی که تضمین بکند به اینها که اینها را در زندگی خودش پیاده بکنند، من بهشت را برایش تضمین می کنم. پس این 10 چیز که از محرمات هستند، هر مسلمانی باید از اینها فاصله بگیره. عرض کردم بعضی ها امر هستند که عکس اونها جز محرمات است. الله می فرماید قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، ای پیامبر اعلام کن، تعالوا بیایید من تلاوت می کنم، ما حرم ربکم، آنچه که حرام قرار داده رب شما بر شما. اون چی هست؟ یک، الله تشرکو به شیئا، اینکه شریک نگیرید با خدا هیچ چیزی را، با خدا هیچ چیزی را شریک. این تعلق بالله، این با خدا ربط دارد. و بالوالدین احسانا، این با مخلوق تعلق دارد، تعلق بالمخلوق. نسبت به پدر و مادر احسان کنید، یعنی عقوق والدین، نافرمانی والدین نکنید. سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولادتان را از بیم فقر نکشید. این سومی هست، قتل اولاد. مشرکان میکشتند،
تنها دختران را زنده به گور نمی کردن، پسران را از بین می بردن، می گفتن از کجا این همه را نان بدیم. و این آیه شامل اون صورتهایی میشه که بعضی از افراد بچه‌ای که در شکم دارند اون بچه را سقط میکنند. اینم قتل اولاد است. به خاطر چی؟ به خاطر فقر. میگه ما فردا نمیتونیم بچه را نگهداری بکنیم، جوابگویش نیستیم. پس از فقر، از بیم فقر. و همچنین کسانی که جلوگیری میکنن، جلوگیری از ولادت، ضبط ولاد به اصطلاح، جلوگیری از آوردن بچه. نیت نباید این باشد که چون ما نان نداریم، حقوق کفایت نمیکنه، رزق کم است. این عقیده نباید باشه. این دیدگاه غلطی هست، چون ما مسلمانیم و اعتقاد داریم قرآن به ما گفته و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هر دابه‌ای باشد خداوند رزقش را میده. اما اگر به نیات دیگه باشد، به خاطر موضوع سلامتی مادر، سلامتی فرزند، دیگه عذرهای شرعی که بعضی ها را فتوا دادن، بعضی ها را فتوا ندادند، اونها به جای خود بحث فقهی اینجا نمی کنیم. اما هر انگیزه‌ای که به خاطر فقر باشه درست نیست. لذا الله می فرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولادتان را از فقر نکشید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم شما را رزق میدیم، هم آنان را رزق میدیم. در جای دیگه فرموده نحن نرزقهم و ایاکم، اول اونها را آورده، اونها را رزق میدیم بعد شما را. پس رزق به دست الله است. و چهارم ولا تقربوا الفواحش، نزدیک کارهای بی حیایی نروید. ما ظهر منها و ما بطن، آنی که ظاهر باشد، آنی که مخفی و پوشیده باشد. کارهای بی حیایی منظور بلا نسبت زنا و دواعی زنا، مقدمات زنا. مقدمات زنا هر چی باشد، ارتباط پنهانی باشد، ارتباط تلفنی باشد، ارتباط پیامکی واتساپی تلگرامی باشد، اینا تمام مقدمه هستند. تماشا کردن نامحرم باشد، اینا مراحل اولی هستند. گفته نزدیک نرید. نظرتون نوشتم بعضی ها که چند مرحله دارد. نظرتون فابتسامتون فسلام فکلام فموعد فلقاء. اول اون استارت اول این کار بی حیایی نظرتون، نگاه کردن، تماشا کردن نامحرم. دومین مرحله، دومین قدم فابتسامتون، لبخند زدن، دو تا نامحرم با هم دیگه خندیدن، این دیگه قدم اولش است. مرحله سوم فسلامون، هم دیگر را سلام دادن. مرحله چهارم فکلامون، با هم دیگه سخن گفتن. مرحله پنجم فموعد، موعد قرار گذاشتن. ششم فلقاء، هم دیگر را دیدن و علیاذ بالله مرتکب کار بی حیایی شدن. بس ببین این ابتدا دارد، این مرحله دارد، چند مرحله. همه اینها نزدیک رفتن به فواحش است. ولا تقربوا الفواحش، نزدیک فواحش نرید، چه به صورت ظاهر باشه، علنی باشه، چه به صورت مخفیانه باشه. همه این ارتباطات مخفیانه که همدیگر را نمی بینند، در فضای مجازی هستند بین مرد و زن، اینا جایز نیست، اینا جزء و ما بطن است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید شما
آن نفسی را که خدا حرام قرار داده مگر به حق. این پنجمی هست که شما همدیگر را نکشید. الا بالحق سه صورت آمده، نه؟ چه کسی خونش مباح است؟ اونی که خودش قتل کرده باید حکومت ازش قصاص بگیره، نه افراد. دو، اونی که محسن بوده، متأهل بوده، العیاذ بالله زنا کرده. سه، اونی که مسلمان بوده از مسلمانی برگشته مرتد شده، من بدل دینه فاقتلوه. این ستاد کشتنشون جایز است. بغیر از اینها الا بالحق همینه. بغیر از این صورتها کشتن انسان درست نیست. به خاطر جرمهای دیگه، یکی اختلاس کرده، کلاهبرداری کرده، مال برده، اینا باید به کیفر اعمالشون برسن. ولی قتل و اعدام در قرآن و سنت نیامده برای کسی که گناه دیگه میکند. قضات محترم که حکم صادر میکنند بر اساس چه مبنایی خدا بهتر میدوند. ولی در شریعت ما همین سه صورت را داریم. یک، انسان را به خاطر این میکشند که خودش انسانی کشته، یا چون خودش متأهل بود و زنا کرده، یا از دین منحرف شده، مرتد شده، کفر میکند. بغیر از این صورت بقیه تعزیرات و بقیه حدود هستند، قتل نداریم. بله. ولا تقرب ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اینها چیزایی هستن الله شما را وصیت میکند. وصیت قبلا گفتیم وقتی که نسبتش به خدا باشد معنیش هست حکم تأکیدی، امر تأکیدی. به صورت مؤکد شما را امر میکند لعلكم تعقلون، شاید شما عقل و خرد داشته باشید، فکر کنید. ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نروید. ببین برای این 5 چیز خداوند تعقل را ذکر کرد. ولا تقربوا مال الیتیم اوفوا الکیل و اذا قلتم فاعدلوا. 3 تا دیگه هست و بعدل الله اوفوا. 4 تا دیگه. برای اینها تذکر را استفاده کرد. چرا؟ چون هر کس من جمله مشرکین هم میدونستند، معتقد بودند خوردن مال یتیم چی هست؟ حرام است. اونا میدونستند در کیل و وزن خیانت کردن درست نیست. اونا میدونستند باید عدالت کرد، ظلم نکرد. اونا میدونستند به عهد باید پیمان بود، پیمان شکن نبود. لذا برای این 4 چیز ادنا تذکری لازم است. نیاز به دلیل و نیاز به عقل و نیاز به فکر نیست. اما این 5 چیز که اینجا گذاشتند اونا قبول نداشتند. شرک را انجام میدادند، عیب نمیدونستند. قتل اولاد هم میکردند، این بد نمیدونستند. فواحش را هم مرتکب میشدند راحت. قتل نفس این یکی از افتخارات خودشون میدانستند. اذا الله میفرماید اینها را اینجا کلمه تعقل به کار برد، یعنی اینجا نیاز به فکر کردن است، نیاز به عقل به کار بردن است. اما 4 تا دیگه که الان میخوانیم نیاز به عقل، نیاز به فکر نیست، نیاز به دلیل نیست. ادنا تذکری برای اصلاحی هست کافی است. ببین اینجا جاهایی که مبالغه مد نظر باشد خداوند لا تقربو ذکر می کند، یعنی خیلی باید احتیاط کرد، نزدیک نرو. در این 10 چیزی که خدا بیان فرموده 2 جا لا تقربو استفاده کرده. یکی در باب زنا فرموده لا تقربوا الفواحش، نگفته لا تزنوا، زنا نکنید. نه، از همون اول قدمهای اول را هم بر ندارید، نزدیکش نروید. این مبالغه هست. دوم نگفته که لا تأکلوا مال الیتیم، بلکه گفته لا تقربوا مال الیتیم، نزدیکش نرو. اینم چی هست؟ مبالغه هست. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن،
نزدیک مال یتیم نرو مگر به اون صورتی که احسن بهتر باشد، یعنی صورتهایی که برای حفظ مال یتیم هست، برای نگهداریش هست. مثلا شما مال یتیم را با مال خودتون مجبورید قاطی کنید، 5 نفر شمایید، 1 نفر او هست، میشی 6 نفر، 5 تا از خودت میذاری، 1 از او میذاری تا با هم بخورید. خب این اشکال نداره، اینجا نزدیک رفتن اشکال نداره. بعضی صورتها که برای اصلاح خود یتیم باشد، حتی یبلغ اشده، حتی که اون به سن قوت خودش برسد، قوت عقل و قوت بلوغ. و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. دستور دیگر هفتمی، اوفوا الکیل، شما کیل را کامل کنید. وقتی که دیروز خواندیم به کسی کیل میدهید کامل کنید، میزان را هم بالقسط، به انصاف. اونجا خیانت نکنید، اونجا دستکاری نکنید ترازو را. لا نکلف نفسا الا وسعها. خب گاهی انسان اشتباه هم میکند، امکان داره شما 10 تا کیل میخوای بدید، 9 تا دادید، در حساب اشتباه کردید. گاهی واقعا ترازو خراب بود، شما متوجه نبودید. برای اینا مؤاخذه نیست، مؤاخذه بر اون چیزایی است که در وسع و توان انسان است، میدوند و عمدن نمی کند. لا نکلف نفسا الا وسعها، ما هیچ نفسی را مکلف نمی کنیم مگر به اندازه وسعش. ذالکم و اذا قلتم فعدلوا، هرگاه سخن گفتید، چه فیصله میخواستی بکنید، چه شهادت میخواستی بدید، فعدلوا، عدالت را در نظر بگیرید. ولو کان ذا قربا، گرچه طرف شما ذا قربا باشد، خویشاوند. یعنی شهادت بر علیه خویشاوند یا داوری بر علیه خویشاوند بود، باشه، شما تقوا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید. و نهمین، و بعهد الله اوفو، عهد و پیمانهای خدا شما وفا بکنید. پیمان و عهد خدا زیاد هستن، یکی از اونها وقتی لا اله الا الله خواندی تمام فرائض و واجبات، این یک عهدی با خدا بستی، وفا کن. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، این مواردی هستن که الله شما را وصیت میکنه به اینها، شاید شما پند بگیرید، پند و اندرز بگیرید با این وصیت های الهی. و ان هذا، این دهمین هست، دهمین موضوع توحید است. ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم من هست، یعنی دین اسلام، دین توحید. فاتبعوه، او را پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل، راهای دیگر، راهای کجکوج دیگر را پیروی نکنید. فتفرق بكم عن سبیله، ثمر اتباع سبل دور میکند شما را از راه خدا، متفرق میکند، فاصله میده شما را. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این هم تاکید تعمیل است. خدا شما را به این چیز وصیت میکند شاید شما بترسید از خدا، تقوا را پیش بگیرید، یا بترسید از مخالفت راه حق. ثم آتینا موسی الكتاب تماما على الذي احسن و تفصیلا لكل شيء. این ثم تعقیب ذکری هست، نه اینکه بعد از اینها ما به موسی کتاب دادیم، بعد از این موارد، نه. تعقیب ذکری معنیش اینه که بعد از این مورد الان این را یاد کن، الان این را گوش کن. ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب، منظور تورات است، تماما علی الذی احسن، علی الذی احسن، این فضیلت اول تورات است که کامل بود. تماما یعنی چی؟ کتابی که کامل هست. اما علی الذی احسن، بر اون کسی که مخلص باشد، محسن باشد، یعنی منیبین کتاب. چه کسانی از کتاب استفاده می کنند؟ اهل احسان و اخلاص. و تفصیلا لكل شیء، فضیلت دوم در این تورات هر چیزی با تفصیل بیان شده. قبلا خواندیم لكل شیء، کل استغراق اضافی است، یعنی هر آنچه که نیاز به او در اون شریعت بود.
و هدى و رحمتا، فضیلت سوم و چهارم. هدایت بود علما و رحمتا، رحمت بود عملا. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، حکمت دادن کتاب، خدا به اونها کتاب داد شاید اونها به ملاقات پروردگار ایمان بیاورند، به روز معاد ایمان بیاورند و باور کنند. و هذا کتاب انزلناه مبارک، ترغیب به سوی قرآن. الله می فرماید بعد از اون این کتاب کتابی هست که ما نازل کردیم، کتاب مبارکی هست. فاتبعوه، دو تا فضیلت بیان شد، یکی انزلناه خدا نازل کرده، این خودش شرف بزرگی هست. دوم این که مبارکون، سراپا برکت است. فاتبعوه الان فریضه امته، شما امت وظیفه تو چیه؟ اول فاتبعوه، دوم واتقوه. فاتبعوه، این کتاب را پیروی کنید. واتقوه، و از خدا بترسید. لعلکم ترحمون، شاید شما مورد رحم قرار بگیرید. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين، این حکمت و فلسفه هذا کتابون هست. منظور اینه خدای تعالی چرا قرآن را نازل کرده؟ به خاطر اینکه فردا بهانه نیارید بگید خدایا بر دو گروه فقط کتاب آمد، یکی بر یهود تورات آمد، دوم بر مسیحیان انجیل آمد، برای ما چیزی نازل نشد. اگر برای ما کتابی مثل اونا نازل میشد ما بر هدایت بیشتر بودیم. لذا الله می فرماید این کتاب را برای جلوگیری از این بانها ما فرستادیم. ان تقولوا، ای کراهت ان تقولوا، کراهیت ان تقول، یا لئلا تقولوا، تاکه نگویید یک وقتی انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، جز این نیست که کتاب نازل شد بر دو گروه قبل از ما، یعنی بر یهود و نصارا. و این كنا عن دراستهم لغافلین، همانا ما از دراست کتاب، از یادگیری کتاب غافل بودیم. او تقولوا، یا اینکه بگویید لو انا انزل علینا الكتاب لكنا اهدى منهم، اگر بر ما نازل می شد کتابی ما بر هدایت بیشتری از اونها می بودیم. خب الله می فرماید این کتاب نازل شد الان بگیرید. فقد جاءكم بینة من ربكم، همانا آمده پیش شما بینه یعنی حجت واضحه از جانب رب شما، و هدى و رحمه، و هدایت از طرف پروردگار آمده و رحمت. فمن اظلم ممن كذب بآیات الله و صدف عنها، الان با وجودی که می طلبید برای شما چنین کتابی بیاید، حال که کتاب نازل شده، کتاب آمده، اون کسی که تکذیب بکند واقعا از اون ظالمتر نیست، از اون ستمگرتر نیست. فمن اظلم ممن كذب بآیات الله، چه کسی ظالمتر از اون انسانی که تکذیب کند آیات خدا را و صدف عنها، باز بدارد. کذب ضلال است، صدف اضلال است، یعنی خودش هم تکذیب می کند، قبول نمی کند، دیگران را هم باز می دارد. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ما پاداش می دهیم کسانی را که اعراض می کنند یا باز می دارند از آیات ما، دیگران را میگن نروید به طرف این کتاب. سوء العذاب، عذاب بد میدیم به ما کانوا یصدفون، به سبب چی؟ به سبب اینکه باز می داشتن. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه، اینجا تخویف دنیوی هست. خداوند می فرماید اینها منتظر آمدن ملائکه هستند، ولی اشتباه فکر می کنند، اشتباه انتظار می کشند. چون که ملائکه که بیاند، ملائکه برای عذاب می آیند، ملائکه برای چیزی دیگه نمی آیند. الله می فرماید انتظار می کشند الا ان تأتیهم الملائکه، مگر اینکه ملائکه پیششان بیاید. او یأتی ربک، یا اینکه امر پروردگار بیاد. او یأتی ربک، رب بیاد یعنی امر ربک. در جای دیگه از قرآن هست امر ربک، القرآن یفسر بعضه بعضا.
لذا او یأتی بعض آیات ربک، یا بیاید بعضی از نشانات رب. بعض آیات رب چی هست؟ یعنی منتظر هست. منظور از آیات اون آیاتی است که بعد از اون آیات توبه قبول نمیشه. ببینی خیلی از آیات پروردگار هستند که اونها اگر بیاند توبه قبول نمیشن. مفسران نوشتن منظور از این آیات طلوع خورشید هست از مغرب. در حدیث داریم که خورشید هر روز از مشرق طلوع میکند تا اینکه یک روز از مغرب طلوع میکنه نزدیک قیامت. بعد از اون دیگه توبه هیچ که قبول نمیشه. پس خدا میفرماید اینا منتظر چی هستند؟ منتظر اون آیه هستند که بیاید، بعضی از آیات رب بیاد که دیگه در توبه بسته بشه. چنانچه نوشتن او یأتی بعض آیات ربک کطلوع الشمس من المغرب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فاذا طلعت، قیامت برپا نمیشه حتی که خورشید از مغرب طلوع میکنه. وقتی که طلوع میکند و رآها الناس، مردم میبینن آمنوا اجمعون، همه ایمان میآورند. اما رسول الله همین آیه بخشی از این آیه خواند، فرمود و ذلك لا ينفع نفسا ایمانها. این دیگه چیزی هست که به هیچ نفسی ایمانش فایده ندارد. ثم قرأ، سپس رسول الله این آیه را تلاوت کرد هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه. پس منظور از بعض آیات ربک چی هست؟ اون آیتی که بعد از اون توبه قبول نمیشه. الله می فرماید یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که می آید بعضی از آیات ربت، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. به هیچ نفسی ایمانش دیگه فایده نمیده. کدوم ایمان؟ همون ایمانی که همون وقت میاره، قبل از اون ایمان نداشته. لا ينفع نفسا ایمانها، به هیچ نفسی ایمانش فایده نمی بخشد. کدوم ایمان؟ که لم تکن آمنت من قبل، که ایمان نیاورده بود قبل از آن. دیگه الان که ایمان بیاره ایمان فایده نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اینکه کسب نکرده در ایمانش. ای لم تکن کسبت، در ایمانش هیچ خیری کسب نکرده، لذا الان ایمانش فایده نداره. ببینید از این آیه معتزله استدلال میگیرد، به همین صورتی که الان عرض کردم تفسیر میکند و استدلال میگیرد، میگوید هر کسی که مرتکب گناه کبیره شد از ایمان خارج میشه، این مؤمن نیست. چرا؟ چون که قرآن گفته ببین لا ینفع نفسا ایمانها، ایمان نفع نمیدهد، در دو صورت نفع نمیدهد. یک که لم تکن آمنت من قبل، دو لم تکن کسبت من قبل. معنیش اینه قبل از این در ایمان هیچ کسبی نکرده، یعنی هیچ عملی انجام نداده. خب عمل که انجام نداده میگه پس کافر شده، لذا الان ایمانش برایش فایده نداره. این توجیه معتزله هست. اما اهل سنت معتقدند که اینجور نیست، بلکه این از قبیل الفتها تبنا و ماء باردن هست. یک فعلی هست و دوتا معمول. معمول دوم دیگه فعلی دارد. ما وقتی میگه الفتها تبنا، من به اون حیوان، به اسب و شتر آب تبنا کاه دادم، خوراندم او را، و ماء باردن باید باشه و سقیتها ماء باردن. ماء بارد را علف نمیدهند، به عنوان علف نمیدهند. پس اینجا هم این چنین هست. حضرت شیخ رحمه الله میفرماید اصلش این بوده لا ينفع نفسا عملها لم تكن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی به هیچ نفسی عملش فایده نمیدهد. چرا؟
چون که لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، قبل از این در ایمانش خیر نداشت. به تعبیر ساده عرض کنم، کسی که در زندگی عمل نکرده، خب الان که وقتی که اون آیه را میبیند و عمل میکند، این عملش برایش مفید نمیشه، این عملش برایش مفید نمیشه. علامه آلوسی اینطور گفته: ای لا ینفع نفسا ایمانها، یکی که ایمان نداشته الان ایمان میاره فایده نداره. ولا کسبها فی ایمانها، و همچنین کسب اون انسان در ایمان که در ایمان کسب کرده خیری، اما لم یکن آمنت من قبل، از قبل ایمان نداشته، او لم تکن کسبت خیرا، یا از قبل هیچ کسبی نداشته، نه این ایمان برایش فایده داره نه این کسب توبه الان برایش فایده داره. قل انتظروا انا منتظرون، این تهدید است. الله می فرماید به آنان اعلام کن منتظر باشند، ما هم منتظریم، یعنی ما عذاب را به وقت می آوریم. ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم فی شیء. اینجا زجر همراه تخویف اخروی هست برای کسانی که در دین تفرقه ایجاد می کنند، اصول را تکه تکه می کنند، توحید را، قیامت را و گروه های مختلفی را خلق می کنند، ایجاد می کنند. الله می فرماید ان الذين فرقوا دینهم، بدون شک کسانی که دینشان را متفرق کردن، یعنی در اصول، ببین مراد فروع نیست، در فروع اختلافات ناگزیر است، صحابه با هم اختلاف داشتند. و کانوا شیعا، و اونها گروه شدند. لست منهم فی شیء، شما از آنان در هیچ چیزی نیستید، یعنی جایگاهی، یعنی شما با اونها کار ندارید. انما امرهم الی الله، جزی نیست که امر و معاملهشون سپرده به خدا. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، سپس الله آنها را خبر میده که اینها چی کردند. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، این بشارت است همراه با تخویف اخروی. هر کسی کار نیکی انجام بده برای او هست 10 امثالها، 10 درجه، 10 برابر. هر نیکی را الله به اندازه 10 برابر ثواب میده. و من جاء بالسیئه، هر کسی سیئه مرتکب بشه، کار بدی مرتکب بشه، فلا یجزا الا مثلها، او پاداش داده نمیشه مگر مثل همون سیئه، به اندازه همون کار. ببین قدرت و رحمت خدا را که نیکی را 10 برابر، اما بدی را به اندازه بدی. حتی در روایت اینطور میاد گاهی بدی نیکی نوشته میشه. یک انسانی هست اراده نیکی میکند، به همین اراده نیکی خدا دستور میده به فرشتگان برایش نیکی بنویسند. بعد وقتی که عملا نیکی را انجام میده میفرماید 10 تا دیگه برایش بنویسید. و یک انسانی که بدی میکند، بدی را اراده میکند، به فرشتگان میگن دست نگهداری، فعلا شاید نکرد، لذا به محض اراده برایش ننویسید. بعدا وقتی که موعد رسید و منصرف شد، گفت نمی کنم، برای نکردن خدا میفرماید برایش اجر بنویسید که نکرد. و اگر کرد، مرتکب شد، الله تعالی میفرماید برایش یک بدی بنویسید، بیشتر نه. پس این رحمت است. الله میفرماید من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، هر کسی که حسنه انجام بدهد برایش 10 برابر هست. و من جاء بالسیئة، هر کسی مرتکب سیئه بشه، فلا یجزا الا مثلها، اون پاداش داده نمیشه مگر مثل همان سیئه. و هم لا یظلمون، آنان ظلم نمیشه. قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم. در پایان سوره چند تا اعلام هستند، اعلام هستند که در این اعلام ها
اصل عقیده هست، رد رسومات است، رد شرک هست و خلاصه کل دین هست. اعلان اول قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم، اعلام بفرما که رب من مرا هدایت کرده به صراط مستقیم. دینا قیما، این تفسیر صراط مستقیم یا بدل است از صراط مستقیم، یعنی دین قیم، دین مضبوط، دین محکم، یعنی ملت ابراهیم. این عطف بیان است. منظور از دین مضبوط چیه؟ یعنی ملت ابراهیم که حنیف بود، یکسو بود. معنای حنیف و ما کان من المشرکین، نه اعتقادا و نه عملا مشرک نبود. اعلام دوم قل ان صلاتی و نسکی، اعلام بفرما همانا نماز من یعنی عبادت های جانی من، و نسکی و عبادت های مالی من. نسک اون چیزی که انسان در راه خدا میکشد. و محیای و مماتی، حیات من موت من، لله رب العالمین، برای الله است، آن اللهی که رب عالمیان است، آن اللهی که لا شریک له، شریکی برایش نیست. و بذلک امرتو، و به من محمد این چیز دستور داده شده که برای خدا هیچ شریکی وجود ندارد. و انا اول المسلمین، من اولین مسلم هستم، منقاد و مطیع هستم. اعلام سوم قل اغیر الله ابغی ربا، آیا غیر از خدا من بطلبم ربی؟ و هو رب کل شیء. همه اعلانات در جهت توحید است، در حالی که رب هر چیز الله است. ولا تکسب کل نفس الا علیها، هر نفسی هر چی کسب میکنه به ضرر خودش است. یعنی هر نفسی عمل انجام میده ضررش را خودش میبینه. ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری را به دوش نمیگیرد، بار گناه دیگری را. این در پاسخ مشرکین است که میگفته اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، راه ما را بگیرید، هرچی خطای شماست ما به دوش میگیریم. پس الله میفرماید که هیچ کس به دوش نمیگیرد. وازره یعنی حمل کننده گناه، این حمل کننده گناه بار نمیدارد، وزر اخرى بار دیگری را. ثم الى ربکم مرجعکم، سپس رجوع شما، بازگشت شما به سوی پروردگارتان هست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، الله شما را خبر میده به آنچه که در آن اختلاف میکردید، یعنی دین حق را الله برای شما توضیح میده. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، در پایان سوره هم ترغیب است برای طاعت و بندگی. الله ذاتی هست که شما را قرار داد خلائف الارض، خلیفه های زمین. عرض کردم خلیفه به چه معناست؟ یخلف بعضکم بعضا و رفع بعضکم درجات، بعضی از شما درجاتشان را بلند قرار داد، رفیع قرار داد. الله تعالی به بعضی عزت داد، به بعضی نداد. لیبلوکم فیما آتاکم، تا که بیازماید شما را در آنچه که خدا داده، ببیند چقدر شما شکرگزار نعمتید، چه اندازه شما دنبال رضایت الله هستید. ولی در آخر ترغیب و ترهیب، هم بیم میدهد هم تشویق میکنند. ان ربک سریع العقاب، همانا رب تو زود عذاب میدهد، زود عذاب میدهد برای کسی است که چی؟ ناسپاسی بکند. و انه لغفور رحیم، همانا رب العالمین بخشاینده و مهربان است. لمن قام بشکرها، این برای کسی هست که شکر خدای عزوجل را به جا می آورد و کفران نعمت
نمیکند. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور